کاش وقتی 20 سالم بود این چیزا رو درباره مهندسی میدونستم. چین با تونل زیرآبی جینان هوانگانگ داره رکورد میشه کنه. فکرشو بکنین که یه تونل زیرآب رو فقط روز بسازن. این دقیقاً همون کاریه که چین با تونل جینان هوانگانگ زیر دریای زرد انجام داد. این یه تونل معمولی نیست. این عریض‌ترین تونل جاده‌ای زیرآبی تو کل دنیاست. این شاهکار مهندسی که 2 مایل طول و 8 فوت عرض داره با بزرگترین دستگاه حفار تونل دنیا به اسم شانهه ساخته شده. یه دستگاهی رو تصور کنین که اینقدر قدرتمنده که هر روز بیشتر از 8 فوت تونل میکنه. این تونل با بیشتر از 100 حلقه لوله که محکمش کردن میتونه فشار زیاد رودخونه‌ای که بالا سرشه رو تحمل کنه. وقتی تا آخر سال تازه هست باز بشه، رفت و آمد بین شمال و جنوب شهر جینان رو کاملا عوض میکنه. مهندسی اینجوری فقط جاها رو به هم وصل نمیکنه، آدما رو هم به هم وصل میکنه. منتظر شاهکارهای شگفت انگیز دیگه ای از خلاقیت انسان باشین.